این یه تصویر دیگه از همون زاویه هستش که با همون دوربین ضبط شده، ولی مثال بکاپ برداشت شده که شما میتونید خیلی راحت‌تر و دلخواه هر طور که خواستین زوم کنین و هر چیزی که خواستین مشاهده کنین. این موجودی که الان داره میاد، البته ورود و تقریبا رفتارش تقریبا به همون شکل، ولی یه موجود دیگه هستش. اینا کلا رفتارشون، اندازه هاشون، شکلشون با هم دیگه فرق داره و حتی عملکردشون. بعضی میبینی که دم دارن، بعضی میبینی که بال دارن، بعضی میبینی که مثلا به شکل آدم راه میرن. حالا واقعیت اینا چی هستش و عملکردشون به چه شکل هستش نمیدونم. این اکثر جامعه نمیدونم. حتی خود من باوری به این مسائل نداشتم. میگفتم این همه چه خیلی از این که این موجودات وجود دارن قبول دارم، ولی از اینکه دست هر کسی بر بیاد، از هر آدم عادی بره یک چنین دعای بنویسه بیاره با زندگی اینجور دچار چالش بشه، فکرش نمی کردم. البته آدم عادی میتونی بره اون پیش همین صنعت یا دعانویسا هستن یا بقول که تلسم ایجاد میدن. بعضی هاشون کاربلد هستن، بعضی هم اصلا شاید ندونن دارن چیکار میکنن، اثر این کار چیه، ولی مهم اینه که اون عمل وقتی انجام بشه، اون خواستا، اون مراسم وقتی انجام بشه، طبعا اون خواسته برآورده شد، این موجودات ورود میکنن. و با توجه به اینکه ما الان وارد عصر جدیدی شدیم، طبق گفته ها و روایت احادیث و حتی نوشته های تاریخی و پیشگویی ها و پیشبینی ها، وارد عصری شدیم که این اتفاقات برش خیلی عادی و پیش با افتاده هستش. همین دوره در دوران حضرت سلیمان تکرار شد و الان دوره آخر زمان همین مسائل طبق گفته ها تکرار میشه. حلال بر تو حرام و حرام به تو نسبت حلال داده میشه. ظالم بیگناه تشخیص داده میشه و مظلوم گناهکار.